سلام دوستان، روزتون بخیر. من تقریبا یک هفته پیش یا 2 هفته پیش بود یه دونه ساعت تیرکس خریدم. تیرکس 2. ساعت قبلیم گلکسی واچ بود، اون مشکل برخورد، خراب شد و من مجبور شدم که یه دونه ساعت جدید بگیرم. خیلی راجع به تیرکس 2 تحقیق کردم و فیلم ها و ویدیوهایی که دیدم خیلی مزخرف بود. بعد از اینکه ساعت رو خریدم یه سری تجربیات به دست آوردم که حالا من توی یه ویدیوی کاملتر براتون این رو توضیح میدم که چرا این افرادی که توی معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم برای خرید هیچ وقت به حرفاشون توجه نکنید و سعی بکنید از تجربیات دیگران استفاده بکنید توی استفاده، نه توی معرفی ها. معرفی ها هیچ کدوم به درد نمیخورن.